مهمترین ابرچالش حال حاضر ایران آب. واقعا این پول نیست که مسئله توسعه خوزستان یا سیستان و بلوچستان. حداقل در مورد این 2 استان که خیلی رفتم و اومدم، خیلی پولای بزرگی توی خوزستان و سیستان و بلوچستان هزینه شده به اسم توسعه. در شاخه های کارون بزرگ برمی‌داریم میلیون ها متر مکعب آب رو به یزد و کرمان و عرض کنم خدمت شما قم و محلات و جاهای مختلف میبری. اینا بحراناییه که باید یه ذره غیر تکنیکال بفهمیمشون. این آب کجاست؟ این آب کوتنگیه که به والله قسم منکر شدن که این آب رو کودکان سرزمین من میخورن. اما آقای اردکانیان این رو هم شما بخورید هم بدید در جلسه چهارشنبه تو کابینه هم این رو بخورن. یه کشتی رو فرض کنید، هر کسی یه گوشه ای از کشتی نشسته و داره چکش میزنه. واسه عمه مردم، نه واسه خدا. میگم به خاطر که عمه مردم دوست دارم. اینجا بیابیم ما موندیم چیکار کنیم؟ بعد تا اون تا هستن شما هیچ کدومتون نمیدونید بیاد کمک کنید. دلم واسه اونا میسوزه. من امین شور سیرجانی هستم. از سال 82 روزنامه‌نگاری رو شروع کردم. با مطبوعات محلی هم شروع کردم دیگه توی کرمان. یه اتفاق شخصی باعث شد که به موضوع آب علاقه‌مند بشم. اون اتفاق شخصی هم این بود که ما در سیرجان در واقع کشاورزی داشت پدرم و که از پدر بزرگم در واقع به ما ارث رسیده بود. خیلی هم حجم زیادی نداشت یعنی، ولی خب به هر حال چون یه زحمتی پشتش بود و یک کوششی بود سالها براش انجام شده بود، خیلی دلبستگی داشت پدرم به در واقع کشاورزی. ولی بر اثر خشکسالی ما کشاورزیمون از دست دادیم، یعنی کامل خشک شد، روستای ما کامل خشک شد. این به نظرم جرقه اولی بود که من به موضوع آب خیلی جدی‌تر فکر کنم. بین سال 90 تا 94 من دبیر تحریریه یه هفته‌نامه‌ای بودم توی استان کرمان که خب هفته‌نامه مهمی هم بود و خیلی پرتیراژ هم بود به اسم پاسارگاد که به مرکزیت سیرجان در واقع منتشر می‌شد. خب همون موقع یه دعوایی بود در مورد انتقال آب برای صنایع فولادی توی شهر ما. خب اونم باعث شد دوباره به این موضوع آب از این زاویه دیگه درگیر بشیم باش و بهش فکر کنیم و اینا باعث شدن من تو در واقع به روزنامه‌نگاری حوزه محیط زیست و حوزه آب علاقه بیشتری پیدا کنم، تمرکزم بکنم یه چند سالی روی موضوع. الان هم تقریبا میتونم بگم دغدغه اصلی مسئله توسعه است که حالا یه پیوند عمیقی با موضوع آب داره. ما اون زمانی که توی نشریات محلی کار میکردیم، حالا همون موقع هم در واقع این توی فضای مطبوعاتی کشور یه خورده زبان زد شد این موضوع که مطبوعات توی شهر ما خیلی با اقبال عمومی روبرو بودن. یعنی ما مثلا توی یه شهر 270-80 هزار نفری تیراژ نشریات ما نزدیک به 10,000 نسخه بود. اصلا عجیب و غریب. البته بعضی از هفته‌نامه‌های قدیمی‌تر تا 16-17,000 نسخه هم منتشر می‌کردن و می‌فروختن. اصلا همون موقع هم روزنامه سراسری به نسبت جمعیت اون تیراژ رو نداشتن. یعنی اون خیلی واقعا موقعیت خاصی بود. خب اون موقع ما تقریبا هر گزارشی می‌نوشتیم با اقبال عمومی روبرو بود. یکی از اون یک سلسله گزارشی ما منتشر کردیم درباره همین ماجرای اینکه صنایع آبشون رو باید چجوری تامین کنن و آیا واقعا باید از سدی که ساخته شده به قصد تامین آب شرب ما برای مثلا صنعت فولادسازی باید استفاده بکنیم یا نه. که اون موقع خب به نظرم یه جریانی ایجاد شد و یه اثری گذاشت و بعداً صنایع خودشون هم خوشبختانه متوجه این موضوع شدن و رفتن دنبال انتقال آب از جای دیگه و اصلا مسیر تامین آب اون صنایع
تغییر کرد توی اونجا. ما دوشنبه وقتی نشریه‌مون چاپ میشد مثلا 8 صبح میرفتید دفتر نشریه می‌نشستی، تلفنت شروع می‌کرد زنگ خوردن، تق 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 تق، همه آدم‌ها واکنش نشون میدادن، به 7-8 هزار نسخه نشریه رو میفروختی. توی گزارشایی که تو مطبوعات سراسری منتشر کردم، یکی دو تا گزارش بود که روی خودم خیلی اثر گذاشت. یکیش یه سفری بود به زابل که در مورد اثر خشکسالی بر روستاهای شمال سیستان و بلوچستان بود. خب ما وقتی با این جمعی از بچه‌ها سال 97 یا 7 من موقع خبرنگار روزنامه اعتماد بودم، وقتی رفتیم زابل اونجا با روستاهایی مواجه شدیم که خونه هایی که درشون قفل بود و مردمشون گذاشته بودن و رفته بودن. بعد تو این سفر ما رفتیم یه روستایی، یه سری تعداد اندکی از آدم ها هنوز مونده بودن توی روستایی که شن اومده بود قشنگ تا پشت پنجره خونه ها رو گرفته بود. خیلی فضای آخر زمانی عجیب و غریب، آب نبود، همه شاکی بودن. بعد شما فکر کن مثلا این روستایی که باید 200 خانوار مثلا جمعیت می داشت، ولی مثلا 20 خانوار توش آدم مونده بود. و اون 20 خانوار، من اینو هیچ وقت یادم نمیره این جمله رو، این تو گزارشم هم نوشتم. وقتی به یکیشون گفتم که خب چرا اقوامش رفته بودن گرگان، مشهد، عموما به این شهرها مهاجرت میکنن، از یکیشون پرسیدم که خب شما چرا نمیرین اگه اینقدر اینجا؟ گفت ما حتی پول نداریم بدیم یه وانت بارمون رو، اساسیمون رو بار کنه و ببره و بتونیم مهاجرت کنیم. یعنی ما از اینکه نمیتونیم مهاجرت کنیم بل اجبار اینجا گیر افتادیم. بعضیا فکر میکنن که دولت‌ها به فکر مدیریت آب نیستن. اتفاقا دولت‌ها خیلی به فکر مدیریت آبن. هر دولتی با هر گرایشی، با هر سلیقه سیاسی. موضوع سر اینکه این کوشش‌ها گاهی اوقات اشتباهه و سیاستمدارها اینو نمیشنون. اتفاقا فکر میکنن، اتفاقا بودجه‌های بزرگ میذارن برای موضوع آب یا موضوع کشاورزی یا چی، ولی خیلی از این بودجه‌هایی که هزینه میشه جواب نمیگیره، اساسا ممکن تو مسیر خطا. اینجاست که نسبت بین علوم اجتماعی و مدیریت آب مطرح میشه. تو آقای آل یاسین توی جامعه مهندسان و مشاور ایران یه آدم صاحب جایگاهه و خب خیلی آدم جدی در صنعت آب و مدیریت بوده، بنیانگذار سازمان آب و برق خوزستان بوده و خیلی کارهای دیگه هم کرد. ما یه گفتگوی مفصلی با ایشون داشتم سال 99. این آقای آل یاسین توی این گفتگو یه جمله‌ای داشت که من همون جمله رو به عنوان تیتر انتخاب کردم برای گفتگو. توی آسیب شناسی روند توسعه در ایران گفت که درست ایرانیان خالق اصلا سد بودن، اساساً سد یکی از روش‌های مدیریت منابع آب در جهانه، قرار نیست بهش ما بد و بیرا بگیم، فوش بدیم، نمیدونم چی، ولی ما سدها رو بر شانه‌های مردم ساختیم. واقعا مقصودش این بود که این رویکرد افراطی که ما داشتیم توی مدیریت منابع آب در ایران در مورد سدسازی از نگاه ایشون خطا بود و معتقد بود باید بازنگری بشه. موضوع مدیریت آب رو اینجوری ببینیم. یا آقای دکتر مرتضی فرهادی مردم شناس که خب ایشون هم میگه که ما هزاران سال ایرانیان توی یک سرزمین نیمه خشک مدیریت منابع آب دست مردم بوده، ما یک تمدن کاریزی داریم، قنات رو داشتیم و متوجه بودیم چجوری خودمون رو سازگار کنیم با کم آبی. اما همین سرزمین یهویی توی جریان توسعه، حالا به زعمشون با فهم ناقص توسعه، با در واقع سرریز منابع نفتی و حالا اون چیزی که بهش میگن اصطلاحاً بیماری هلندی و این داستانا، ما در مواجهه با
این روی کرده جدید باختیم اون سنت فکریمون رو توی مدیریت منابع آب و نتونستیم اون سازگاریمون با کم‌آبی رو ادامه بدیم. نشستی تو خانه اندیشمندان بود چند سال قبل، عنوانش بود قنات فناوری ایران کهن، همچین چیزی. اونجا آقای دکتر فاضلی این جمله رو گفت که ما قرار نیست با جمعیت امروز و با نیازهای امروز قنات داشته باشیم، ما قرار تفکری که قنات رو داشته باشیم، یعنی تفکری که محدودیت رو میپذیره. ما یک سرزمینی هستیم که کم آبیم. اینجا مسئله علوم اجتماعی پیش میاد. سیاستمدارا هی به ما گفتن نه نگران نباشین، آب میاریم براتون. ببین ما نگاهی که میپذیره ما باید با کم آبی سازگار بشیم رو گذاشتیم کنار. به جای اینکه تقاضا رو کنترل کنیم هی عرضه رو افزایش دادیم. اینکه الگوی توسعه چی باشه، اینکه ما صنعت رو کجا احداث کنیم، اینکه آیا مثلا در کویر باید صنعت کاشی سازی داشته باشیم یا نداشته باشیم، اینکه صنعت فولاد ما کجا جانمایی بشه، اینکه آیا مثلا در شهری که خودش بحران آب شرب داره مثلا باید صنعت فولاد رو ایجاد کنیم یا مثلا صنعت فولاد میتونه بره کنار دریا. اینا سوالاتی که براشون فقط پاسخ 0 و 1 نداره که مثلا بگیم که خب چون اینجا ماده اولیه دارد پس صنعت فولاد هم اینجا احداث بشه. یعنی باید به این سوالاتی خورده عمیق‌تر فکر کنیم. میگیم که خب نگران نباشید آب هست، کارخونه میگه من آب میخوام، میگه خب نگران نباشید ما از خلیج فارس میاریم. اون یکی میگه ما آب میخوایم، خب نگران نباشید از دریای عمان میاریم. ولی کسی نمیپرسه. البته چرا خیلی‌ها میپرسن ولی جوابشون نمیاد. مثلا کسی نمیپرسه که خب آب رو از دریای عمان ببریم مشهد، خب متر مکعبی چند دلار؟ خب اختلاف چه میدونم سطح اختلاف از دریا چقدر، پمپاژ چقدر برق میخواد، چقدر پسابش پس چی میشه، پسابش محیط زیست دریا رو میزنه به هم یا نمیزنه به هم. یعنی اینها سوالات جدیه توی رویکرد توسعه پایدار. اما یه جریان قدرتمند میگه اینا سوالات مهمی نیست، این کارش میکنیم، خب حله پس آب بیاریم. بعد خب سوال بعدی پیش میاد خب چقدر آب ببریم؟ نامه‌ای نوشته شد توسط نمایندگان استانهای شمال غرب کشور، یه نامه‌ای نوشتن به آقای رئیس جمهور، گفتن آقای رئیس جمهور برای احیای دریاچه ارومیه از خلیج فارس آب بیاریم. پاسخ این که چرا دریاچه ارومیه خشک شده این نیست که ما از خلیج فارس براش آب بیاریم. نزدیک انتخابات که میشه میبینیم این نامه میاد و این نامه به چی دامن میزنه؟ به توقع جامعه محلی دامن میزنه. میگه که ببین اگه میخواد دریاچه ارومیه احیا بشه باید آب بیارن. خب چرا تا اصفهان آوردن، چرا تا کرمان آوردن؟ در حالی که ما میبینیم ستاد احیا دریاچه ارومیه زمانی که تأسیس شد یکی از مصوباتش این بود آقا سدهای نیمه کاره در حوزه آبریز دریاچه ارومیه دیگه ساخته نشن. خیلی از همین نمایندهایی که نامه نوشتن که آب از خلیج فارس بیاریم دریاچه ارومیه رو احیا کنیم رفتن همون سدایی که متوقف بود و ستاد احیا جلوشون رو گرفته بود رو به بهانه اینکه این سدا قراره آب شرب مردم رو تامین کنن دوباره دارن فشار میارن که اون سدا تکمیل شه. یعنی ما میگیم آدرس غلط دادن، ما میگیم رویکرد اشتباه به توسعه. الان مهمترین ابرچالش حال حاضر ایران آب و خودش رو هم توی بحران‌ها نشون داده. یعنی ما نمیتونیم اون واقعه تلخ خوزستان رو نباید فراموش کنیم. آقا مظاهرات سلمیه چرا آتیش میزنی؟ کاملا سلمیه چرا تیر میندازی؟ تو که خاکت نبردن آبت نبردن گوش کن. ما مظاهرات سلمی میخوایم، ما آب و زمینمون میخوایم. هیچ کسی حق نداره. مظاهرات سلمی خوزستان رو ما دیدیم، زاینده رو کشاورزای اصفهان رو دیدیم،
اینا بحراناییه که باید یه ذره غیر تکنیکال بفهمیمشون. یعنی باید بدونیم که تو وقتی دستکاری میکنی هی آب از اینجا برمی‌داری میبری اون بر، از اونجا برمی‌داری میبری این بر، داری توی مبدأ و توی مقصد تنش اجتماعی ایجاد میکنی. اینو باید بفهمیم، اینو باید متوجه بشیم و یک بار این سیاست رو توش بازنگری کنیم. اما میبینیم که نه، یه اراده وجود داره، که اتفاقا دامن میزنه. حالا یه بخشیش تعارض منافع، یه بخشیش نفع اقتصادیه، کسایی که بالاخره تو این پروژه ها دخیلن، یه بخشیش مناسبات سیاسیه، بالاخره یه نفر رأی میخواد، یه نفر میخواد قول بده به مردم و اونا رو راضی نگه داره. دلایل مختلفی داره. فهم این دلایل و فکر کردن به این که حالا چی کار باید بکنیم، این یه حوصله‌ای میخواد که از حوصله سیاستگذاری ما خارجه. چرا؟ چون ما خیلی کوتاه مدتیم. من مثلا 2 سال رو صندلی نشستم، بعد برای این 2 سال فکر کنم. اون یکی 6 ماه رو صندلیش نشسته، اون یکی. برای همین خیلی کوتاه مدت فکر میکنیم و سعی میکنیم همونجا مسئله رو همونجا یه جوری به تعویق بندازیم مسئله اصلی رو. در مورد 100 2 تا نهله فکری یا 2 تا جریان، یه سری‌ها که میگن نه آقا الا ولابد اصلا 100 نیاز ما کشاورزیمون باید توسعه پیدا کنه، نه آب شرب شهرها رو باید تامین کنیم، چی پس 100 میخواهیم. یه جریانی هم هست که اتفاقا تو روزنامه‌نگارا هم جریان قدرتمندیه، توی فعالای محیط زیست هم خیلی جریان قدرتمندی. 100 باعث بدبختی ما 100 رو خراب کنیم. من با این روی کرد اتفاقا در روزنامه‌نگاری مسئله دارم با کسایی که مثلا 3000 کلمه گزارش می‌نویسن در نقد سدسازی ولی تو متوجه نمیشی دقیقاً به چه چیز سدسازی نقد دارن، یا کسایی که 3000 کلمه در دفاع ازش می‌نویسن. ببین 100 یه امکان مدرن هم هست توی مدیریت منابع آب. اما ما باید پرسشون به نظر من این باشه، این امکان مدرن آیا برای کشور خشک و نیم خشک ایران چه پیامدی داره؟ کجا باید ازش استفاده کنیم، کجا نباید؟ کجا بوی فساد ازش میاد؟ یعنی بوی این میاد که سدی اساسا نیاز نیست و ساخته شده. کجا سدی ساختیم که پشتش یه قطره آب نیست؟ یعنی اینجوری به نظرم ما باید یه خورده وارد جزئیات شیم. اگه وارد جزئیات شیم اون وقت با اطلاعات عجیب و غریبی روبرو میشیم. مثلا با سدای روبرو میشیم. من خودم توی دوره روزنامه‌نگاری با سدهای روبرو شدم که فقط به خاطر خواست یک نماینده مجلس ساخته شدن. با سدهای روبرو شدیم که چون مردم از نماینده خواستن، ما فکر کردن سد مساوی با توسعه است. سدی رو من توی جلسه بودم یه بار، شاهد این گفتگو بودم که یه مدیر که قرار بود یه بودجه رو تخصیص بده با یه نماینده مجلس داشتن گفتگو میکردن. میگفت آقا من اگه این سد شما رو الان بودجه‌شم بدم تکمیلم بشه، آبی نیست آبگیری بشه. اونجا میدونی که این مطالعهش مثلا ما سال 1375 بوده، اینقدر سد ساختش طول کشیده که اصلا خوشسالی اونجا الان آب مثلا اونجا آبی وجود نداره. که تو بعضی از شهرها سد مصداق توسعه است، تو بعضی از حتی تو رقابت‌های بین شهرستان‌ها تقاطع زیرگذر روگذر مصداق توسعه است. اصلا اینکه اینجا آیا تقاطع میخواد یا نمیخواد. یه بار یکی از مدیرای وزارت نیرو توی نشستی گفت شما نمیدونید من بیچاره شدم زمانی که توی وزارت تعداد تقاضاهایی که نماینده‌های مجلس می اومدن میگفتن بیا سد یه جای اطراف شهر ما بساز، چون فکر میکنن اینجوری میتونن دل مردم رو به دست بیارن، اینجوری میتونن کشاورزی رو توسعه بدن. یکی دیگه از آسیبای ما اینه که الگو وقتی طراحی میکنیم الگوامون کپی پیسته، یعنی همون جوری در مورد خوزستان حرف میزنیم که در مورد کرمان، که در مورد سیستان بلوچستان، که در مورد ایلام، که در مورد مثلا مازندران. یعنی واقعا بعضی موقع چیزی که در مورد خوزستان فراموش میشه اینه که ما تو بالادست خوزستان چه کردیم. توی بالادست ما چقدر دستکاری کردیم کارون بزرگ رو، تا بعد وقتی وارد خوزستان میشه چه اوضاعی پیدا میکنه. ورود پساب به کارون. یا در مورد ریزگرد، یک کسی که دقیق میشه روی این چیز، روی حرف و اینا، میبینه مثلا فلان پروژه‌ای که قرار بوده تثبیت
کنه، نمیتونم نهال کاری باشه، اصلا نهالاش خوش شدن. اصلا اون شرکتی که مجری اون بوده رفته مثلا فلان کار کرده، فلان پول گرفته، خیلی کاریکاتوری با مسئله رفتار کرده رفته. و همیشه حرف خطرناکیه که میخوام بزنم، واقعا تجربه شخصی اینو میگه، واقعا این پول نیست که مسئله توسعه خوزستان یا سیستان و بلوچستان. حداقل در مورد این دو تا استان که خیلی خیلی رفتم و اومدم، خیلی پولای بزرگی توی خوزستان و سیستان و بلوچستان هزینه شده به اسم توسعه و توسعه اتفاق نیفتاد. یعنی مسئله توسعه پول نیستا، یعنی یه خورده باید مسئله رو جور دیگه دید، باید رفت صدای جامعه محلی رو شنید، ببینیم کشاورزا اونجا مسئلهشون چیه، طالاب چرا وضعیتش اینه، اصلا این پولایی که داریم خرج میکنیم آیا جامعه اونو میخواست؟ مسئولین وقتی و اعلام میده که 15 آب میام، من 15 میای سر زمینه خواه، اما اگه آبه به جزی که مردم هم مسخره مینه، به جزی که مردم سر کار مله، این کشاورز چه دارم خرا؟ یه پروژه اجرا شد تو دولت آقای روحانی، اسمش بود پروژه 46,000 هکتاری. اگه اشتباه نکنم 46,000 هکتار فلسفهش این بود 46,000 خانوار، هر خانوار 1 هکتار. 800 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برداشتن برای این پروژه، یه چیزی حدود 800 میلیون یورو، حالا یه ذره شاید کم به 46,000 هکتار اراضی کشاورزی لوله کشی کنن آب رو از شاهنیمه ها، در استانی که مسئله آب داره، در استانی که طالابش خوش شده، در استانی که سالهاست همه میگن باید تغییر الگوی معیشت اتفاق بیفته، سیاستمدارای ما رفتن 800 میلیون یورو پروژه تعریف کردن. اون وقت شما میری میبینی مطالعات نمیدونم مکانیک خاک پروژه اجرا نشده بوده، بسیاری از اون لوله ها پوسیدن، اصلا اون نتیجه‌ای که باید این پروژه میداده نداده. صدای نماینده مردم میشنوی میگه این پروژه شکست خورده، صدای اون استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل میشنوی میگه نه اینجا پروژه این ایراد داره. پروژه‌ای توی سیستان اجرا میکنیم به اسم طرح 46,000 هکتاری، با نیت خیر بوده دیگه، ولی فراتر از نیت خیر، حالا این اصطلاحی کتابی هم دربارش هست، فراتر از نیت خیر چی؟ فراتر از نیت خیر آیا جزئیات رو درست درک کردیم؟ آیا درست طراحی کردیم؟ آیا جامعه محلی مشارکت داشته درش؟ آیا جامعه محلی همینو از ما میخواسته؟ چقدر پیمونکارا نقش داشتن توی القای این که این پروژه اونجا نیازه؟ چقدر همین اتفاق توی خوزستان بارها افتاد. من بارها با طرح‌های توی خوزستان روبرو شدم، تو حوزه آب، تو حوزه تثبیت در واقع کانون‌های گرد و غبار چی که به اسم توسعه ولی خطا رفتن. این پروژه تو دهه 70 اجرا شده در همین استان سیستان و بلوچستان، در همون منطقه سیستان، به اسم طرح نیم لوله ها. یه سری لوله سیمانی بدون سرپوش، کانال سیمانی بدون سرپوش که قرار بود آب رو از شاهنیمه ها ببره برسونه به مزارع کشاورزی، در جایی که تبخیر بالاست. خب قرار بوده یه سری کانال سیمانی، بعد آقای دکتر میان آبادی دیدم محاسبه کرده بود به ارزش امروز چند هزار میلیارد تومان پول اونجا خوابیده تو این لوله‌های سیمانی، توی کانال‌های سیمانی. و اصلا اون طرح به نتیجه نمیدونم اسمش ندانم کاریه به نظر شما؟ به نظرم این غرور تکنوکراتاست، نشانه غرور تکنوکراتاییه که میشینن توی تهران و برنامه توسعه می‌نویسن. و به نظر من ما چیزی به اسم توسعه منطقه‌ای نداریم. این شوخیه. توسعه منطقه‌ای شوخیه. توسعه منطقه‌ای زمانی میتونه اتفاق بیفته، مدیریت منابع آب زمانی به معنای واقعیش میتونه اتفاق بیفته که ما ببینیم آیا الگوی کشاورزی واقعا همین باید اینجا اتفاق بیفته یا ما یه الگوی مهاجم اونجا رفتیم پیشنهاد دادیم. آیا معیشت باید و اینا رو کی باید بگه؟ بخشی از این سوالات رو باید خود جامعه دربارش فکر کنه و حرف بزنه. و یعنی عاملیت جامعه رو ما باید به رسمیت بشناسیم، عاملیت جامعه محلی رو بشناسیم. تو میری با یک کشاورزی که دانشگاه نرفته، اتفاقا اصلا چیز نیست، ولی تو وقتی حرفشو میشنوی چقدر پختگی داره، یعنی تجربه
این کشاورز از تجربه یک آدمی که نشسته ردیف بودجه فقط می‌نویسه خیلی بیشتره، خیلی صلاحش رو بهتر گاهی اوقات متوجه میشه، ولی اصلا صداش تو سیاست گذاری شنیده نمیشه. نشانه هاشو هم تو خوزستان دیدیم، هم توی سایندرود دیدیم، هم توی چهارمحال و بختیاری دیدیم، همین الان توی پروژه اخیر انتقال آب دیدیم، توی اصفهان و نشانه تنش اجتماعی رو دیدیم. اتفاقا سالهاست داریم نشانه ها رو میبینیم. شما وقتی میبینی که توی پروژه انتقال آب اصفهان به یزد همیشه یه دعوایی ما درست کردیم بین مبدأ و مقصد. آیا تقصیر مردم اصفهانه؟ آیا تقصیر مردم یزد؟ خب ما یه ذره باید فکر کنیم دیگه، یعنی یه ذره باید بیشتر فکر کنیم و بیشتر هم بشنویم. منظورم سیاستمداراست، بیشتر بشنون. مثلا یه ذره کم میشنون، سیاستگزارها کم میشنون و از این موضع حق به جانبی هم همیشه برنامه ها نوشته میشه دیگه، طرح‌ها از این موضع حق به جانب نوشته میشه. تنش اجتماعی درباره آب سالهاست که شکل گرفته، فقط چون تو رسانه ها بازنمایی نمیشن بخشی از این تنش ها کسی ازشون خبر نداره. الان به شما میگم مثلا آیا شما خبر داری در روستاهای همین الان در روستای رفسنجان بر سر آب چه تنشی وجود داره؟ در روستاهای یعنی شهرهایی که کشاورزی خیلی مهمه، انتقال غیر قانونی آب، چاهای غیر مجاز، دعوا بر سر چند ساعت بیشتر آبیاری مزارع، بعد نمیدونم چی. در سنت تاریخی ما که دولت که قنات اداره نمی‌کرده که مردم داشتن اداره می‌کردن. حالا ما از سنت تاریخی پرتاب شدیم به یک در واقع رویکرد دیگه‌ای. خب اینجا اتفاقا عملیات چیزم مردم از بین رفته یا خیلی کم رنگ شده. دولت هایی هستند که همیشه مردم میگن خیالتون راحت مسئله حل میشه، خیالتون راحت باشه. بعد خیالمون راحت باشه یعنی چی؟ میشه اون تصمیم دوره آقای احمدی نژاد که تعداد زیادی عددش رو میتونید تو رسانه ببینید، یه زیادی چاه غیر مجاز با تصمیم مجلس چاه مجاز تلقی شدن. حالا شما سالها به کارشناسات میگفتی برو تذکر بده جلوی چاه. همین الان ما میدونید که همین الان تو کشور کلی چاه غیر مجاز داره. خیلی با مزه است. همه ما تو اطرافیانمون، خودمون، خانواده‌هامون، نزدیکانمون اسمش هم میذاریم یه باغچه بیرون شهر داریم که این باغچه بیرون شهر داریم بسیاری از اینها در کشور چاه غیر مجاز توشون حفر شده. این خیلی معنا داره. تو کشاورزی رو تکه تکه کردی، زمین کشاورزی رو طرف نمیصرفه، اومده زمینش رو تکه تکه کرده، مثلا در بابل، در آمل، در کجا فروخته، همه اینا ویلا شدن و هر کسی هم که ویلاشو ساخته یه دونه چاه غیر مجاز هم توی زمینش حفر کرده. حالا اونجا ممکنه سطح آب بالا باشه، مثلا مسئله توی استانای کبیری، توی استان ما تو هر جایی میری میبینی یه ویلای وجود داره، یه استخری وجود داره، یه چاه غیر مجازی وجود داره و تمام. و اتفاقا هممون هم میشینیم دورم واقعا مسئله آب. آقا ما دست جمعی داریم کشتی رو سوراخ میکنیم، هر کدومون یه گوشه یه کشتی رو فرض کنید، هر کسی یه گوشه از کشتی نشسته و داره چکش میزنه و سوراخ‌های کشتی الان خیلی زیاد شدن. نشانش فرو نشست. اینو من نمیگم، آقای دکتر علی بیت اللهی میگه که و پژوهشگر جدی این و توی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی. صدای آقای بیت اللهی چقدر شنیده شده. بله همیشه میایم پشت میکروفون میگیم فرونشست خیلی جدی است. اگر خیلی جدی است باید الگوی توسعه از همین لحظه تغییر کنه. یعنی همین نامزدهایی که میخوان از شهرستانا رأی بگیرن از مردم، ببینید وعده‌های اینا چند متر مکعب برای کشور آب میخوره؟ چند متر مکعب؟ کارخونه فلان میسازم، این کارخونه فلان چقدر آب میخواد؟ با تکنولوژی که مثلا ما عقب هم هستیم نمیدونم کشاورزی را این کار میکنم،
سطح زیر کشت را فلان میکنه. این وعده ها اینا چند متر مکعب در سال آب میخوره؟ آب میخواد اینا دید تعارف که نداره. الانشان ناترازی برق رو ببین، ناترازی گاز رو ببین، یعنی اینجوری اینا به هم پیوند داره، اینا واقعا به هم پیوند داره و اینا رو نمیشه جدا فکر کرد و جدا دربارش تصمیم گرفت. بیلان تجمعی سفره‌های آب زیرزمینی ایران، منابع تجدید ناپذیر، اگر اشتباه نکنم 114 میلیارد متر مکعب ما بیلان منفی داریم. یعنی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه شما مای 10 میلیون تومان درآمد داری، 10 تومن تو خرج کردی، پس اندازت هم خرج کردی، رفتی یه دونه وام گرفتی، هی هر دفعه هم بهرهش هم اضافه میشه، نه که فقط اصل وام مونده باشه، بهرهش هم داره هی سود میاد روش. خب اسم شما چی؟ اسم شما ورشکسته است؟ خب هستی ورشکسته. ولی حالا برای اینکه اینو حل کنی، به جای اینکه بری مصارفتو کنترل کنی، هر روز نری توی گرونترین رستوران غذا بخوری، نمیدونم چی کنی، میدونی چی کار میکنی؟ میگی خب حالا بانک فلانم یه وام خوبی میده، برم یه دونه وام دیگه هم بگیرم. خب ما رفتارمون که با آب اینه دیگه، ما اون چیزی داشتیم و خرج کردیم، اضافه برداشت هم کردیم، وامر هم گرفتیم، سودش هم الان داره هر سال اضافه میشه. حالا از خلیج فارس هم یه آبی بیاریم دیگه. خب چقدر بیاریم؟ ولی آبی میاریم اینقدر گرون داره تموم میشه برامون، چی میخوایم باش تولید کنیم که به صرف شما متر مکعبی مثلا 3 یورو هزینه انتقال آبه، مثلا حدود مثلا 3 یورو انتقال آبه، چی باش میخوای تولید کنی که بیارزه؟ و کشوری که با کمبود منابع مالی روبروه، چقدر پول ما باید از کجا پیدا کنیم که مثلا 10,000 میلیارد تومان خرج یه پروژه انتقال آب بکنیم؟